خسته نباشین. خوش اومدین. درود بر شما به ایرانیان فود در پاتایا. با من همراه بشین بریم نگاه کنیم غذاهای داخل ایرانیان بوفه رو. سالاد برای دوستان ایرانی، میز سالاد داریم برای دوستانمون. سالاد با مایونز، فلفل و سیر، لیمو برای دوستان، کلم، هویج، پیاز و خیار، کاهو و کلم قرمز همراه با هندوانه و خیارشور. غذاهای هم متنوع دیگه هم داریم در بوفه برای لوبیا، کباب، میرزا قاسمی، مرغ، ران مرغ، سیب زمینی با نخود فرنگی، بامیه ماهی و ماکارونی، مرغ کباب شده، قرمه سبزی، قیمه، خوراک سبزی، خوراک لپه و شیوید پلو و زعفرون. برنج خودمون هست، خیلی خوشمزه هست، سوپ، بادمجان، نان، موز، پیازچه و ریحان و کاهو. نوشابه هم روی بوفه هست که ما گذاشتیم برای دوستان ایرانیمون، هموطنان عزیز. همراه با همون بوفه هستش با اسپرایت، سودا، فانتا و کوکاکولا. یخ و بستنی هم داریم، دوغ هم در خدمت شما هست. خوشحال میشیم از رستوران ما دیدن کنین. علاوه بر اون دوستانی که از منو میخوان از منو استفاده کنن، منو مایچه هم داریم، منو برگ، کباب کوبیده گوسفندی و جوجه در خدمت شما هستیم. خوش اومدین، در خدمت شما هستیم.